روز 25 ایون در تیک تاک ویدیونواری پیدا شد که در آن یک کارمند حفظی حقوق تاجیکستان از یک راهگذاری رویمالدار طلب میکند که رویمالش را بدر کند. برای اثبات کردن دعوای خود کارمند حفظی حقوق عاید بیگانگی رویمال برای جامعه تاجیکستان حرف میزند. زن با او مقابلت کرده میگوید که او مسلم است و کسی حق ندارد که او را مجبور کند رویمال را رد کند. ویدیونواری مذکور در جامعه تاجیکستان واکنشی وسیع را به عمل آورد. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی کارمندان مقامات حفظی حقوق را برای این عملشان تنقید و محکوم کرده به جسارت زن ذوق کردند. سکوت کرده بودیم این ظلم. بلاگر معروف تاجیک عبدالرحمن 09 به خبرها وضعیت را چنین شرح داد. البته که خبرهایی را که ما شنیدیم و نوارهایی را که ما از داخل کشور دیدیم که چگونه کارگران حفظی حقوق زنهای تاجیک رید میکنند، برای حجاب داشتن آنها دعوا دارند و میگویند که حجاب ها مال تاجیک نیست، حجاب های خود را گیرید. البته که حقیقت 100% دارند. متاسفانه این حکومتی که در دنیا مشهور است با مسلمان کشی، با عالم زندان کردن، با دشمنی با دین الله و رسولش و امروز باز همین کارهای کثیف خود را سر کردند. وقتی که سالهای گذشته در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان رید می‌کردند زن‌های حجابدار، در آن وقت ما فعال نبودیم در مبارزه اینترنتی. وقتی که ما الحمدلله فعال شدیم و وقتی که ما آنها را شکست دادیم و پیشکش میلیون‌ها شهروندان جمهوری تاجیکستان کردیم، این جنایت‌های آنها مغلوب شدند، آنها شرمنده دنیا و قیامت شدند و این کارهاشون بس کرده بودند. انا اکنون پس از یک چند سال باز هم عملهای خود را ادامه دادستند. من مراجعه دارم به تمام خواهرای مسلمان تاجیکستانی با سری بلند حجابهای خود را بپوشید و از بغض الله از هیچ کس نترسید. بدانید که مسلمان‌های تاجیک با شما اند. بانوان و مادران عزیز، وقت‌های آخر تمایل بیگانه پرستی. یادداشت میکنیم که بار اول پرزیدنت امام علی رحمان درباره بیگانگی لباس اسلامی به جامعه تاجیکستان در سال 2015 حرف زده بود. سخنرانی روز 6 مارس در دوشنبه در نزد زنان فعال به مناسبت جشن به نام روز مادران، او زنان حجاب پوش را تنقید کرده آنها را به رعایت کردن آیین‌های بیگانگان عیبدار کرده بود. کشور تشویق لباس‌های بیگانه در بعضی شهر ناحیه‌های مملکت نیز و یک روند تشویش آور تبدیل یافته است، مخصوصا در شهر دوشنبه. اینا بریم برای سطر چیکار دیسم زنکو رو گاب زدیسه از بیست. اینا پس از این سخنرانی در تاجیکستان معرکه ضد حجاب آغاز یافت که تا امروز ادامه دارد. زنهای حجاب پوش را به شعبه‌های پلیس برده مجبور کرده می‌شدند که رویمالشان را بدر نمایند و با این شأن و شرف آنها را پس می‌زدند. اومدگی که شما با زن خیلی رفتار